السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من یک مخلص شما هستم. عاشقان را اسلام چی میگوید؟ عاشقان را اسلام سخنی سخت نمیگوییم. عاشقی این جایز نیست در اسلام. دادرای عزیز، جوانای عزیز، عاشقی خود معنی ندارد. هر کسی را که شما میخواهین که نکاح کده گیرین، شما را اسلام رخصت داده است که رفته چهره وی تماشا کن، رو وی ببین، خوب است، خوب صورت است، بد صورت است، خوش سخن است، بد سخن است، همه اینها را از تجربه بگذران و بعدا چیکار کن و نکاح کده بگیر. لیکن اجازت نمیدهد اسلام که تو با او دستی به دست کرده و ماها و سالها با او یک جایه بگردی و آخر آمده بعد نکاح کده گیری. این حرام است در اسلام، اجازت نیست. شما وقتی یک دست یک دختر را می قپین، من به همه شما یک سخن را می رسانم، فقط خواهر خودتان پیش چشم بیارید. فقط خواهر خودتان. وقتی تو دست یک خواهر برادر می قپی، هیچ وقت نیتی تو نیتی پاک نیست، تو دروغ میگوی. با دلی صاف، این دلی تو صاف میشد، دستی او دختر قپیده و فشرده و از دستی او راحت نمی بردی. او دلی تو خیلی دلی غجد است، او دلی تو خیلی دلی سیاه است. او را من میبینم، من میفهمم. تو دروغ میگویی. وقتی دستی او را قپیدی، تصور کن که یک رفیقی تو دستی خواهری تو را میقپد، خودت را چه تصور میکنی؟ مادام برای خودت که نمیخواهی، برای برادر مسلمان هم نخواه. یک برادرت هم بیچاره را در غم اندوه نافکن، تا که فردا یک رفیق میگوید میدانی خواهرت با فلانی دیدم، خیلی آدم غمگین میشود، ناراحت میشود. از این خاطر اسلام عاشقی را هیچ وقت جایز نمیگوید. حتی شما تلفنی هم صحبت داشته باشید، اسلام این حرام میگوید. تلفنی، زیرا صدای زن خودش ریاکسیا دارد، خودش یک وجود آدم را ویران میکند. با تلفن حتی همراه او صحبت نکن. حبیب خدا به تمام جوانها سفارش داد: یا معشر الشباب، ای جوانهایی که شما زنگیرین، شما زنخواه هستین، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. کدامید که اگر قوت داری، پول داری، زن بگیر. و باز گفته است پیغمبر: ای مردم دختردار، مهر دخترتان بلند نکنید. بهترین زن همون زنی که مهرش کم است. دخترت نرخی قیمت نمان که آیسته آیسته پای مردم دیگر از دروازه تو کنده می شود. این دختر است، او شهوت دارد و هم شوهر می فارد. روز از روزها تو را به آب رو می کند با این نرخ نوایی که تو در او دختری خود گذاشتی. جوانها را می گوید کدامت پول داری، مال داری، زن بگیر. فإن لم یستطیع، ای حبیب خدا اگر نداشته باشیم چی؟ فعلیکم بالصوم فانه وجاء. گفتن جوانای عزیز، مادامی که نداشته باشین، خدا شما را صاحب مال و ملک کند و دخترها را، دختردارها را خدا انصاف دهد. شما روزه گیرین تا که شهوت شما، همون شهوتتان با واسطه روزه شکسته شود. روزه بگیرین. گفت روزه شما را مانده میکند، روزه شما را شکسته میکند، همون طغیان شهوت از بدن شما دور میکند. این از توصیه پیغمبری خدا. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، با این سوال من جواب گویید که از قفای امامی که دندان طلا دارد نماز خواندن درست است یا نه؟ مخلص شما از واسه. از پس امامی که دندان طلا دارد نماز جایز است. نماز جایز است. دندان طلا چی برای زن چی برای مرد حرام است اگر بی عذر باشد. اگر عذر نباشد، برای مرد چله طلا، برای مرد گردنبند طلا، برای مرد
ساعت طلا، دندان طلا، همه این صراحتا در حدیث حرام آمدگی هست. حرامان لذکور امتی و حلالان لنسائهم. در متن همون شرح الیاس هم که فتوا هست، در اونجا هم این در کتاب کراهیتش این حدیث تحلیل کردن که حبیب خدا گفتن ابریشم همراه طلا و تمام مردهای امتم حرام گردانیدم و به زنهای امتم حلال گردانیدم. لیکن برای زنها انداختن گوشوار و گردنبند، دستمانه جایز است، لیکن دندان طلا اگر برای زیبایی کرده باشد این حرام است، در اسلام اجازت نیست. حتی حدیثی را که دائما بهر شما گفته بودم که حبیب خدا جوانی را زیارت کردند، در دست او چله طلا دیدند. چگونه که امروز جوانمردای ما و شما هم چله طلا دارند، نماز خوانند، بچه‌های خدا ترسند، ذکرگو هستند، لیکن چله طلا دارند، دوست می‌دارند چله طلا را. لیکن پیغمبر خدا آن چله را چیکار کردند؟ از دست این جوان گرفتند، از چله را دور پرتافتند. وقتی حبیب خدا از نزد اون جوان دور شد، رفیقای او چی گفتند؟ گفتند حبیب خدا رفت، بگیر بردار از زمین، یا در دستت میکنی یا بر در خانه ذخیره کن. لیکن این جوان این جمله را که جوان گفت، باید این تمام آن برادرایی که در دست چله طلا دارند با خطهای زرین در خاندان نویسند، در بالای سرشان مانند. همون انسان‌هایی که چله طلا دارند با خطهای زرین این جمله این جوانه باید در خاندانشان نویسند. این جوان چی گفت؟ گفت والله، گفت قسم به خدا، گفت این چله را که حبیب خدا از دست من جدا کرد و در زمین پرتافت، اصلا و نمی بردارم. اگر چی نرخی او $1000 هم باشد، $2000 هم که باشد، من وای از زمین نمی بردارم، چیزی را که حبیب خدا پرتافته. این جمله بود که از زبان این جوانمرد خدا ترس برآمد. این باید در تمام جوانای ما این شعار باشه. این جوانمردی نیست، این جوانمردی نیست که در دستی من چله باشد که $3000 و $5000 قدر داشته باشد. من جوانمرد، انا همون جوانمردی را میگویم که در پهلوی برادرای فقیر ایستاده و مردم یاردم کند. مال داری، ملک داری، خوش به حالت، من طرفدار شما هستم. من دائم دعا میکنم که خدای مهربان تمام مردم تاجیکستان را بای بگرداند. دائم دعای ما این است. ما نمیخواهیم که شما کم بغل و فقیر باشین. چگونه پیغمبر دعا کردند اللهم انی اعوذ بک من الفقر، پروردگارا از کم بغلی به سوی تو پناه طلب میکنم. این دعای پیغمبر بود. ما هم پناه طلب میکنیم که خدا شما را اصلا فقیر نکند. لیکن شرایط داری، دولت داری، مال داری، خوش به حالت، خدا باز دولت زیاده گرداند. لیکن برادر و اولاد و اجداد، بعضی همون چله‌دارها باور کنین پدرش گرسنه است، مادرش گرسنه است، خانه دادرش از سالش خطی باور که خبر نمیگیره، تمام اولاد و اجدادش از او شکایت داره و لیکن در دستی یک چله هست که اگر شاید که ما و شما برداشتش نتونیم، یا در گردنش چنان گردنبندی هست که اگر در ترازو کشی شاید 2 کیلو بیاید، لیکن همت ندارد، همت ندارد. گفتی همون شاعر دولت را فیل بردارد میانش بشکند، دولت اگر فیل برداره میانش بشکند، همت را پشه هندوستان برد. یک چنان همت داری که یک پشه بگیره هندوستانش میبره. تو همت داری، تو جوانمرد باشی، مرحمت. امروز راه های کمک خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. امروز برادرای نصرانی شده ایستادند. امروز بیماری های داریم، بیچاره ها که میگه 100 سامان در کار کمی چشم جراحی کنم 100 سامان نمییابد. در همون محله زندگی دارد که شاید که چندین جوانمردی چله‌دار باشد. مرحمت، انا راه کمک، راه ثواب.
این ملامت نیست، این تحقیر نیست، باز یکی اگان تا شما خفه نشوید. دندان طلا اگر داشته باشد امام، از پسش نماز خواندن درسته. والاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاخر ثم الاسد. همون عالمی که اگر دندانش طلا هم که باشد لیکن عالمی به سنت است، از همه مسئله و مسائل های شریعت درکدار است، قرائت خوب دارد، تقوا دارد، از پسش نماز میخوانیم. لیکن این عمل همه شما دانید که اسلام طرفدار دندان طلا نیست، طرفدار چله و طرفدار گردنبند نیست. حتی همون جوان چی گفت آیا میخواهی که پارچه آتش دوزخ در همین دنیا در دستت کنی؟ یعنی این چله طلا گفت روز قیامت گفت به آتش از آتش دوزخ مبدل می شود و در انگشت تو داخته می شود. داری خوش به حالت بر ذخیره کن، در پهلوی همون پولهایی که جمع کردی در پهلوش بگذار، یه روز در کارت می شود. خرید و فروشش گناه نیست، فقط در بر کردنش گناه است. اگر تجارت هم که کنین تجارت طلا درست است. تعجیلی مخلص شما از شهر دوشنبه. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا، ما مخلصان شما از شهر دوشنبه با زیارت شما آمدیم. از شما خواهش میکنیم که در حق اهل عائله ما یک دعای خیر میکردید. بعداً با یک سوال با شما مراجعت میکنم. من $2500 امریکایی با یک برادر اسلامی دادم. 1 سال می شود که وی پول مرا بر نگردانیده است. من از همین پول زکات می دهم یا نه؟ اولا پروردگار مهربان آن مراد و مطلوبی که در این عائله هست خدایا با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی. آمین یا رب العالمین. و دیگر این برادری که $2500 داده است، تا حال بیچاره پول گرفتن نمیتواند و از این پول زکات میدهد یا نمیدهد؟ البته زکات میدهیم. اگر پول ما و شما در دست مردم در قرض باشد، تا زمانی که وی گوید که نه من نمیدهم یا گوید که من پول تو را نگرفتم، تا این زمان ما از او پول زکات میدهیم. این وقتی ما پیشش میریم پول ما نمیدی یا نمیدهی؟ میگوید که میدهم. 1 ماه پس میدهم، 1 سال پس میدهم، تا همون زمان ما زکات او را دادن میگیریم. اگر چه پول در دست مردم هم که باشد، و مال ما هست. از این خاطر از آن پول ما و شما زکات میدهیم. برادرای عزیز، شما با کسان داد گریفت کنین که این گونه شما را ندوانند. با برادرای یار رفیقی کنین که از خدا میترسیدگی باشند، تا که امروز شما سرگردان نشوین. بسیاری برادرای را دیدیم با یکدیگر رفیق بودن، مناسبتشون به واسطه همین قرض و پول با همین مناسبت هاشون ویران شد. برای همین شما پولهاتون همه وقت در شخصای دهید که اونها ایمان به الله دارند، ترسی از خدا دارند و شما باوری کامل دارین از اونها. این حالت با اونها داد و گرفت پولی کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن بابای حاجی. من یکی از مخلصان دائمی شنونده شما که در ناحیه مومن آباد زندگی دارم، از شما سپاسگزارم که در حق ما دعای کنید که ما به همسایه بد گرفتار هستیم که مدت 1 سال است که با ما جنگ و جدال دارد. من از کاسیت 56 شما در مسئله همسایگی گفتگوی شما را شنیدم که این به من بسیار معقول شد و خواستم که مکتوب را با شما نویسم. خواهش مرا التماس رد نکنید، در حق ما دعا کنید. مکتوب مرا همین جمعه خوانید. من انتظار جواب و دعای شما هستم بابای حاجی. با احترام، یک زن از ناحیه مؤمن آباد. قیل یا رسول الله ان فلانه تصلی لیلا و تصوم النهار
و تؤذی جیرانها بلسانها. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا خیر فیها هی فی النار. این برادر ما کسی باشد در یک همسایه خیلی بدی گرفتار شده است و میخواهد که با واسطه دعای ما و شما از این همسایه بد نجات یابد، از دشنام اون نجات یابد. این حدیثی که الحال برای شما خواندم، این حدیثی هست که نزد پیغمبر خدا یک نفر آمد گفت ای پیغمبر خدا، یک نفر شب تا به روز نماز میخواند، روز باشد روزدار است، لیکن همسایه‌اش را بسیار آزار میدهد. در حق این گونه انسان چی میگویی؟ حبیب خدا چی گفتند؟ لا خیر فیها هی فی النار. گفتند آن نماز شبش و این روزه‌ای که در روز میگیرد نیست خیر در آنها، با او خبر دهید که وی دوزخی هست. کسی که در پی آزار همسایه هست. ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. حبیب خدا را حدیث صحیح است. هرگاهی که جبرائیل پایان میشد نزد من می آمد، مرا از حق همسایه داری خبر میکرد. دائم در حق همسایه داری مرا تأکید میکرد. گمان بردم این که انسان وقتی از دنیا میگذرد همسایه از همسایه میراث میبرده باشد. تا این قدر گفت حضرت جبرائیل مرا تأکید کردند. بسیار بد است برادرای عزیز. هر کدامی که شما همسایه دارین، خوب است ناخوب است، با او معامله خوب کنین، کاری کنین که با او رفت آمد کنین. خداوند این بنده که از این جمعیت ما دعا طلب کردند، خدایا به همه مراد و مطلوبش موفقش بگردانی و همه خصلت‌های ناخوب این همسایه را خدای مهربان از بدن او جدا کنی و در عوض این خصلت‌های بدش خداوند با او حلم و با او نرمی و با او انصاف نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین.